بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم و پذیرایی از مهمان کافر. کافران مهمانی پیغمبر شدند. وقتی شام ایشان به مسجد آمدند که آمدیم ای شاه ما اینجا قنوق، ای تو مهماندار سوکانی افق. به نوای مو رسیده ما زی دور، هم بیفشان بر سری ما فضل و نور. مهمانان کافر بودند و اسلام نیاورده بودند. آنان شبانگاه بر پیامبر وارد شدند و گفتند که ما به نواییم و اکنون مهمان شما هستیم، ما را بپذیرید. پیامبر رو به یاران خود کرد و فرمود این افراد را میان خود قسمت کنید و هر کدام پذیرایی یکی از آنان را به عهده بگیرید. شما یاران من خصلت‌های مرا در خود دارید، چون هر مورد صفات مورد خود را منعکس می کند. شه یک جان است و لشکر پر از او، روح چون آب است و این اجسام جو. آبی روحی شاه اگر شیرین بود، جمله جوها پرزی آبی خوش شود. هر یکی از یاران پیامبر یک نفر از کافران را با خود برد، اما در میان آنها مرد بود بسیار فربه و ظاهرش معلوم بود که بسیار پرخور است. هیچ یکی از یاران پیامبر او را قبول نکرد. پذیرایی از آن مرد را شخصی پیامبر به عهده گرفت و او را با خود به خانه برد. پیامبر در خانه 7 بز شیرده داشت. آن مهمان که نامش ابوقطح عوج ابن غوز بود، تمام فراوردن لبنیات آن 7 بز را خورد و هیچ چیز برای خانواده پیامبر نماند. او در واقع سهم 18 نفر را خورده بود. نان و آش و شیری آن هر 7 بز خورد آن بقحت عوج ابن غوز. جمله اهل بیت و خشمالود شدند که همه در شیر بز طامع بودند. وقتی خواب بود، مهمان به بستر رفت و در آن آرامید. یکی از خادمان که از پرخوری آن مرد به خشم آمده بود، در را از بیرون قفل کرد و رفت. از نیمه های شب درد شکم آن مرد را سخت آزار داد، بیتاب کرد. پس از جایش بلند شد و به طرف در رفت، اما در را بسته دید. هر کار کرد نتوانست در را باز کند. ناچار به بستر بازگشت و هر طور که بود خوابید. در خواب ویرانه را دید که در آن نشسته است. وقتی خود را در آن ویرانه یافت، با توجه به نیاز شدیدش به تخلیه همانجا خود را تحلیه کرد و با احساس آرامیش از خواب بیدار شد. ناگهان رخت خوابش را کثیف و آلوده دید. سخت شرمگین و آشفته شد. حیله کرد او و به خواب اندر خزید. خویشتن در خواب در ویرانه دید. زانکه ویرانه بود اندر خاطرش، شد به خواب اندر همان جا منظرش. خویش در ویرانه خالی چون دید، او چنون محتاج اندر دم برید. گشت بیدار و بدید آنجا مخواب، پر حدث دیوانه شد از اضطراب. مرد از رسوایی و شرمندگی دیوانوار فریاد برمی آورد و منتظر فرصتی بود تا که در باز شود و بدیرنگ مانند تیری که از کمان رها می شود فرار کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم جان فدایش صبح آمد و در را گشاد و خود پشت در پنهان شد تا آن بیچاره شرمنده نشود. پیامبر ماجرای آن مرد را میدید و میدانست، اما فرمان الهی مانع از آن بود که پیش از وقت در را باز کند. این حکمت الهی بود که آن کافر خود را در آن وضع کثیف ببیند. وقتی کافر در را باز دید، آهسته و مخفیانه خارج شد و رفت. در این میان یک فضول نادان آن رخت خوابی پر از کثافت را نزد پیامبر آورد که چنین کرده است مهمانت ببین. خنده زد رحمتاً للعالمین، که بیار آن مطهر اینجا به پیش، تا بشویم جمله را با دستی خشت. هر کسی میجز کز بهر خدا، جان ما و جسم ما قربان تو را. ما بشویم این حدث را تو بهیل، کار دست است این نمت نکار دل. بار پیامبر آب خواستند تا رخت خواب را خود بشویند و هرچی اصحاب اصرار کردند که این کار را به آنها واگذارد، پیامبر نپذیرفتند. کافر که مخفیانه فرار کرده بود، ناگهان دریافت که بوتی کوچک خود را در آنجا گذاشته است. هرچند شرمنده بود، اما طعم شرمش را از بین برد.
برای گرفتن آن بود، شتابان به سوی خانه پیامبر بازگشت. وقتی به خانه رسید، کان یدالله آن حدث را هم بخواد، خوش همی شوید که دورش چشمی بد. پیامبر با دستان خود مشغول شستن کثافت‌های اوست. مرد با دیدن این منظره از خود به خود و شوریده حال و حیران شد. میزد و دو دست را بر رو و سر، کله را میکوفت بر دیوار و در. آنچنان که خون زبینی و سرش شد روان و رحم کرد آن مهترش. او به سر خود میکوفت و میگفت ای سری بی عقل، و بر سینه‌اش میزد و میگفت ای سینه بی نور. سجده میکرد و میگفت ای کل زمین، این جز شرمنده توست. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را در بغل گرفت و آرامش نمود. سپس چشمی او را باز کرد و به وی معرفت آموخت. چون زی حد بیرون بلرزید و تپید، مصطفایش در کنار خود کشید. ساکنش کرد و بس بنواختش، دیده اش بگشاد و داد شناخته اش. آره، تا گریه و زاری نباشد رحمت نازل نمی شود. کودکان نیز می دانند تا گریه نکنند دایه به آنها شیرین و شین نمی دهد. تا نگیرید ابر کی خندد چمن، تا نگیرید طفل کی جوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق، که بگیریم تا رسد دایه شفیق. تو نمی دانی که دایه دایگان، کم دهد بگیری شیر و او رایگان. عرب از مهربانی های پیامبر تعجب کرد، تا آنکه جا نزدیک بود دیوانه شود. پیامبر فرمود هوشیار شو و ناله مکن. عرب آب بر سر روی خود ریخت و به حرف آمد و گفت ای رسول حق، شهادت را بر من عرضه کن تا بر حقانیت تو شهادت بدهم و از دنیا بروم. از جهان سیر شدم. پیامبر شهادت را بر او عرضه کرد. آن شهادت را که فروخ بوده است، بنده های بس را بکشوده است. گشت مؤمن گفت او را مصطفی، که امشبان هم باش تو مهمان ما. گفت والله تا ابد ضیف تو ام، هر کجا باشم به هر جا که روم. آن شب عرب مهمان پیامبر شد و چون برایش طعام آوردند، نصف شیر را که از یک بره دوشیده بودند خورد و دهانش را بست. پیامبر اصرار کرد که بیشتر بخورد. گفت به خدا حقیقتا سیر شدم. اهل خانه در شگفت شدند که چگونه او با این غذای اندک سیر شد. حرص و وهم کافری سرریز شد، اژدها از قوت مور سیر شد. آنگاه چشمی کفر از وی بیرفت، لوت ایمانیش لمتور کرد و زفت. آره، چون طمع کفر آن شخص را ترک گفت، غذای ایمان او را چاق و چیره کرد. میوه جنت سوی چشمش شتافت، معده چون دوزخش آرام یافت. ذات ایمان نعمت و قوت است حول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.